دوستان عزیز السلام علیکم. امروز 10 ایون سال 2026 میباشد. قرار داریم در روحی نورک طرف کلوب شهروهی دوشنبه دنگره نورک دنگره شهروهی نقب شهر. بله در منم خیلی فروشگاهی کلان است. بسیار خوش میوه میفروشند و حاضر نرخنامه‌های میوه رو خوش میوه رو میپرسیم و میپرسیم که خوش میوه از کجا است. سر میکنیم از پیستا. در جون پیستا کجا است؟ یک این پیستای تاجیکستان است. پیستای کارکرد تاجیکستان خودمون در میشوه پیستا. این پیستا نرخش 140 سومون میشود. بیلیون که دیگه؟ بیلیونی است. شورکی بیلیون. 120 سومون کیلو شد. دویمش. انا پیستای خام میگنیش. این هر دش پیستای خام 140 سومی میشوه ایشان. 140. بعد داریم با اینجا پیستای کانت رزم. اینا پیستای خودمون. پیستای خودمون. اینجا همه اینه چه؟ اینش هم پیستای خودمون است. این تندری است. کانت رزمش کلان است. 160 میشوه. کجا میبرم اینا؟ این پیستای 5 است. 5. بله پیستای 5 است. اینش کلانتر. اینش کلانتر. اینش هم پیستای شورکه 140 سومون. بیلیون. با بیلیون. پیستای خودمون. پیستای خودمون داریم با اینجا پیستای خام تاجیکی خودمون 150 سومی است. 150 سوم. منم بعضا میپرسیدم که پیستای خام از کجا برای شنوندن. منم پیستای خام پور. پیستای خام بله. برای شنوندن. میگذاریم. اینش چی؟ این گندم بریون. گندم قطعی نخود. نخود کنجی. همش تاجیکی است. تاجیکستان. کیلوش چند پول؟ کیلوش ایره 25 سوم. اینش ایش هم کیلوش 25 است. نخود بریون. نخود بریون. اینش باید پریلوفکا خودمون بریون. پریلوفکا قطعی نخود. پریلوفکای نخود داشت ایش به نخودش کیلوش 25 است. اینش پریلوفکای توزه. پریلوفکای توزه بله. بسیار با مزه است. بسیار با مزه 400. بیرون کردگی. بیرون کردگی. کیلوش چند پول؟ کیلوش 25 سومونی. میگذاریم خروت ده. خروت من دو کارسون دیدستی این یک دونه کی 1 سومونی ای دونهشون. من اینو 1 سومونی. 1 سومون دونهش. این کلونی چی؟ کاتش 5 تاش 24 سومونی میگم. 4 سومون میگم. این چی دارد؟ این انکل بنسی مایدا تیار کردگی 6 نمو تیار کردگی کیلوش 50 سومونی. نخود داره، مویز سیاه داره، مویز زرد داره، عریق سرخ داره و عریق شکستگی داره. عریقش همون با دونی زردالو هم داره. انایش کیلوش 120 سومون ای. ایشی داره. نمو تیار کردگی مویز بادام، چای مغز چهارمغز، کشوی بریان، کشوی خام داره. در همینجا میکنید؟ در همینجا تیارش میکنید. این قروتا چند پول؟ این قروتا 6 تاش 10 سومونیه. قروتای تازه دمش نه خونه میوردگی. یک جان تشکر یک جان هو. دانه کدو ای بریون کیلوش 70 سومونیه. اینو کجا میبرن؟ این ایام تاجیکستانی خودمون میشه. نه دانه کدو در تاجیکستان خدر بیسون میشود نه؟ بله چی بنه اوزی ترقیات پیش رفته است بسیار شای تاجیکستان است. این بچه رفته شد. مویز چی؟ مویز ازبکی است. چند پول؟ کیلوش 100 سومونیه. 100 سوم مویز ازبکی. مویز زرد از کجا است؟ مویز زرد هم ازبکی است. ازبکستان. چند پول؟ او مویز زرد کیلوش 70 سوم. 70 سوم. دونه از کجاست؟ دونه ایش ای دونه ای خودمون میومدگی است. از تاجیکستان. بله دونه. نه این دونه بودم است. دونه بودم شورکش بریانش داریم با خامش هر دش کیلوش 120 سومونی است. 120 سومونی دونه. بله. بادام پچاقدار داریم کیلوش 100 سومونی. او انا وایا. بله. کریستال بود است. هم درون عزیز از من با شما یک نمود از نرخنامه ها نشون دادم. اینجا جای جنجالش نیست. این سفره داری ایمان نداری گپ گفتن گپ نیست. اینجا بازار است. گرفتن زم کن نگرفتن کم کن. این تجارت است. این از پوری سری را گپ میدهد. خدا خواهد تاجیکستان پوری سریش لیسو است. با کدام کلینت که بیای بگه که قیمته با معامله هم داره. از این دم ارزان تر میتونه. معامله داره هیچ وقت به معامله جواب نمیتیم کلینت. بله دودر یکش بله یک جان تشکر به تو دودر جان انا موفقیت انا اینا گابزن چی است؟ این چلون میگن شاکا جان. اونبی چلون ازبکی ای خودمونده نمیشه. زیزیفوس اونبی من از این درختش آوردم در تاجیکستان. افسوس که خلق نفهمید. کم خریدار شد. باز میخوریم. خورم ممکن می؟ ششیدنش 20 تومن. ششیدنش که بگیری پدر کرد. یا دیگه شد. بسم الله الرحمن الرحیم. عجایب مزه دارد. عجایب با مزه شیرین. بعد داریم با کنجی. این چند پولین؟ این کیلوش 50 تومن. با معامله داره.
50 muomele دارد. muomile doğru. Her yak kıdımız muomile doğru. این کنجد İkincisi biryona, ikincisi zar. از تاجیکستانه. Ya Tacikistan. چند پولاییم؟ 2 kiloş çilisine. 40 سوم. Yine doğru bu xomuşa. İşam kiloş çilisine zar. 40 سوم İş زر. biryonşa üç xomuş. همه بیاین مغازین 52 که کوان. Dükkanı 53, 54. 53 54. نامتون چیه؟ Namın Vaysidin. وایسین جان یک جان تشکر با شما. من در از همین اونبی 1 کیلومتر دوزی میخرم میگیرم میرم. رحمت بده خطون هم درون عزیز من ببینید چقدر مول محصول در اینجا از بازاری کلان هم در اینجا بسیار است. از بازار بهرگان هم در اینجا مغز بسیار است. در خانه خود باشه.